این گروه پناهجویان افغان اولهای ماه ایول از دست طالبان به تاجیکستان گریختند. بیشتر از 400 نفر را در خاروغ مرکزی بدخشان میزبانی کردند و سپس بازپس فرستادند. حالا مقامات رسمی میگویند روزانه صدها نفر میخواهند به تاجیکستان گذرند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی گفته است در مدت 2 ماه گذشته 15,000 نفر پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. سیمومین یتیموف این سخنان را در نشست رهبران اداره‌های امنیتی کشورهای مشترک المنافع به زبان آورده و افزوده است که روزانه از 500 تا 600 نفر میخواهند از افغانستان به تاجیکستان وارد شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 13 اکتبر در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست گفته است ممکن است وضع از این هم بدتر شود. Обстановка в Афганистане непростая, вы это прекрасно знаете. اوضاع در افغانستان ساده نیست. پس از ترک کامل نیروهای آمریکایی، حکومت بعد از طالبان گذشت که قانون و قاعده‌های خود را جاری می‌کنند. عین زمان در کشور فعالیت گروه‌های تروریستی به مثل داعش ادامه دارد. از عراق و سوریه جنگجویان تمرین دیده می‌آیند. از این رو استثنا نیست که تروریستان برای ناآرام ساختن کشورهای هم‌مرز مشترک المنافع تا ورود مستقیم تلاش می‌کنند. Дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. چون این بیانیه را دیگر مقامات روسی هم در گذشته تکرار کردند و کارشناسان آن را بهانه برای تقویت حضور نظامی مسکو در تاجیکستان می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی که چند پیش از دوشنبه برگشت میگوید که درباره قبول پناهجویان افغان در کشور نظرها گوناگون است. در صحبت‌های آشکار و پنهان مقامات رسمی تاجیکستان به ما می‌گفتند که کشور امکان قبول مهاجران افغان را ندارد چون ممکن است در صورت باز کردن مرز تا 2 میلیون پناهجو از شمال افغانستان به خاک تاجیکستان بیاید. عین زمان گروهی از ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که افغانستان در سالهای 90 و در عین جنگ داخلی صدها هزار شهروند تاجیکستان را جای و نان داد و باید پاداش نیکی آنها را برگرداند و در عوض ما هم باید آنها را قبول کنیم. مقامات تاجیک بر این نظرند که کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای قبول پناهندگان به آنها کمک نکرده است و آنها مستقلانه امکان پذیرایی تعداد زیادی مهاجران را ندارند. فعالان جامعه مدنی مقامات تاجیکستان را تنقید کردند که برخلاف عهده‌داری‌های بین المللی خود مردمی را که برای نجات جانشان به تاجیکستان آمدند به جای برمیگردانند که ممکن است کشته شوند. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر مرز دارد و از آن نگران است که ناآرامی از آن طرف مرز به کشور سرایت می‌کند.